боди сабо мевазад ва бо худ гармию нури ҳаётро меоварад. тамоми мавҷудоти рӯи олам пас аз карахтии фасли сармо аз нав зинда гашта, раванди эҳёи табиат шурӯъ мешавад. гулу сабза, дарахтону гиёҳҳо нармии хок ва ҳарорати заминро эҳсос намуда ба сабзидану нумӯ кардан мепардозанд. ин оғози зиндагии нав аст ки бо худ ҳазорон умеду орзуҳоро дар пай дорад. фасли баҳор фаро мерасад, айёми шукуфтанҳову рушд карданҳо. ниёгони мо ҳанӯз зиёда аз 6000 сол пеш қонунҳои табиатро омӯхта бо хулосаҳои илман асоснок ҷашнеро заминагузорӣ намуданд, ки давоми асрҳои зиёд тавонист асолати худро нигоҳ дорад ва маҳбуби бисёр халқиятҳои олам гардад. ҷашни бедории табиат Наврӯз, ки алоқа бо коинот дорад, кашфиёти бузурги маънавию фарҳангии башарият ба ҳисоб меравад ва бозгӯкунандаи тафаккури созандаи инсон аст. зеро маҳз ақлу заковат имкони шинохти муҳити атроф ва ҳодисаҳои гуногунро дорад ва ба одам ҳамчун фард аз дигар махлуқот бартарият медиҳад. таври асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҷашни Наврӯз иброз доштаанд, дар айёми наврӯзӣ гирди ҳам омадан, ба дидори якдигар расидан ва бо ширкати хурду бузург, сарфи назар аз сину сол ва миллату мазҳаб, баргузор намудани оинҳои наврӯзӣ асли милливу мардумии онро ташкил медиҳад. воқеан таърихи Наврӯз ҳеҷ робитае ба ҷаҳонбинии диниву мазҳабӣ ва сиёсиву нажодӣ надорад ва башардӯстиву бузургдошти инсон ва табиат асли он ба шумор меравад. қобили таъкид аст, ки умри Наврӯз ҳатто аз яке аз қадимтарин оинҳои динӣ Зардуштия қариб 2 баробар зиёд мебошад. Наврӯз ҷашни эътидоли шабонарӯзӣ, айёми тавозуни зиндагӣ, оғози корҳои кишоварзӣ, кишту кори баҳорӣ ва ҳама гуна ташаббусҳои созанда мебошад. чун мардум табиатан аз сармои тӯлонии зимистон ранҷ мебаранд, омадани гармӣ ва бедории табиатро ба унвони эҳёи зиндагӣ дар қолаби Наврӯз бо хурсандии зиёд ҷашн мегиранд. نقش و جایگاه نوروز در فرهنگ و معنویات مردم آریایی تبار میتونیم به این عباره افاده کنیم که تمام سرچشمه های فرهنگی و معنوی و دانشی مردم آریایی تبار از نوروز سرچشمه میگیرد. هم علم، هم دانش، هم زندگی، حتی علم‌های زیبایی شناسی، اخلاق و اون کتاب‌هایی که پیش از اسلامی که فرهنگ و معرفت مردم آریایی تباری به ما بازگو میکند، سرتاسری سرچشمه از جشن نوروز میگیرد که جشن نوروز هرچند که امروز متاسفانه مردم در محدوده یک جشن تصور میکنند و جشن میگیرند، اما جشن نوروز بالاتر از یک علم است، بالاتر از یک دانش است که تمامی سرچشمه های زندگی انسانیت
به ترتیب در آورده است و جور کننده تمام تنظیمات زندگی نه تنها مردم آریایی تبار مخصوصا تاجیکان، کلی بشریت در بر میگیرد که در همین مورد استاد رودکی میگن آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب با 100,000 نکت و آرایش عجیب. در همین یک بیت استاد رودکی ما میتونیم که تمام دانشی که در روی زمین سیاره زمین هست شده است هم افادهش ببینیم و هم تصویرش، یعنی که همون آرایش عجیب و همون نکهتی که هست، زیبایی و اخلاق و تمام دانش و ملکه هر چیزی که هست از همون نوروز آغاز می شود. نه تنها آدمیت، هر چیزی که جاندار است در روی زمین در آغاز نوروز با تمام صنعتش زندگیشان رنگی دیگر میگیرد یا اینکه زندگیشان از نو آغاز می شود. حتی از جاندارها اون طرف هستند، تمام گل و بوته و گیاهایی که در طبیعت هستند آغازشان از نوروز است. عید نوروز که در جمهوری تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی با حشمت تازه تجلیل می گردد، حالا به جشن همبستگی تاجیکان و رمز خودشناسی و افتخاری ملی و پیوند کننده پیر و جوان که با 100 نقشه نو در جاده زندگی آن را پیشواز می گیرند تبدیل یافته است. جشن نوروز از ایام کهن تا به امروز جزئی ترکیبی هستی و هویت قوم‌های آریایی از جمله تاجیکان به حساب می رود. در تمدن جهانی خلقیت‌های کمشمار ارض هستی نمودند که چنین عیدهای قدیمه را که وابسته به علم و دانش باشد دارا هستند. برای این عزم و اراده قوی، دلیل‌های قطعی علمی و دانش مکمل علم‌های متفاوت لازم است. گذشتگان ما مردم آریایی تبار دانشمند و نقطه سنج بودند و با تحقیقات علمی واضح و روشنی باوری کننده چنین جشن را بنیاد گذاشتند که تا به امروز ارزش فرهنگی و معنوی خود را گم نکرده است. در زمان امروزه معرفی جشن نوروز عامل مهم شناسایی خلق تاجیک چون زمینه‌گذاران علم‌های دقیق و کیهانشناسی است که ریشه در عمق عصرها دارد. مردم تاجیک نوروز را در دوام هزار ساله‌ها همچون یکی از آیین‌های بهترین ملی از نسل به نسل به میراث گذاشته تا زمان ما رسانیده‌اند. این جشن بزرگ با شرافت آزادی و صاحب استقلالی وطن محبوبمان نه تنها به مقام رسمی صاحب گردید، بلکه با تلاش‌های حکومتی مملکت به حیث جشن احیای طبیعت و زیبایی مقام بین المللی کسب کرد و امروز در سراسر عالم تجلیل کرده می شود. این برای مردم کهن بنیادی تاجیک افتخار بزرگ و باعث سربلندی و سرفرازی هر یک ساکن تاجیکستان می باشد. جوهر تاریخی و فرهنگی این جشن سعادت و پیروزی اهل بشر بوده، انسانها را به همدیگر فهمی و همزیستی آسایشته، نکوکاری و سازندگی، دوست داشتن و احتیاط کردن طبیعت و نعمت‌های آن هدایت می‌نماید. این مسئله خصوصاً در زمان ما که انسانیت بر اثر روندهای جهانی شوی و گرم شوی اقلیم با مشکلات بی‌سابقه روبرو آمده است، اهمیت فوق‌العاده مهم دارد. محض همین عامل باعث گردید که سازمان ملل متحد جشن نوروز را به صفت جشن جهانی اعتراف کرد و تجلیل آن را در مناطق مختلف سیاره توصیه نمود. چنین قید نمودند پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. نوروز از نگاه استرونومی بیوسته عید است که هم با معنویات مثلا خلق ربط دارد و هم با علم. یعنی عید است که با تمام انسان با پررگی اون را به خود قبول می نماید. در آن روز چطوری که در نوروز بیوسته زنده شوی طبیعت است و انسانیت
یعنی پس از آغاز شوی بهار استرونومی با کشت و کار با بیدار شدن طبیعت که آغاز می شود، این علاقمندی به واسطه نوروز را به علم شباهت می دهد و عامل های اساسی، یعنی عامل های استرونومی عید نوروز در آن است که مثلا هنگامی که عید نوروز فرا می رسد، آفتاب در آسمان ایستاد، یعنی در اکواتور، در راه حرکت خود در اکواتور از نقطه جنوبی و نقطه شمالی یعنی میگذارد که در نقطه جنوبی تیر ماه آغاز شده، در نقطه شمالی کره آسمان بهار استرونومی آغاز می شود که به واسطه بهار استرونومی این نوروز بین المللی است که در جمهوری تاجیکستان و جمهوری های یعنی دولت های دیگری ساحلی نوروزی یعنی به واسطه جشن میگیرند. عید نوروز از نگاه استرونومی در سال 2024 سنه یعنی 20 مارت با وقت جهانی ساعت 3 و 6 دقیقه و 21 ثانیه به عمل آمده. با وقت دوشنبه یعنی با وقت محلی با سنه 20 مارت ساعت 6 دقیقه و 21 ثانیه با وقت محلی به عمل می آید که این هست آغاز شوی نوروز جهانی و این است آغاز شوی بهار استرونومی. در اثر آثار الباقیه ابوریحان بیرونی اوید به عید نوروز چنین آمده است: هر شخصی از روی تبرک و این روز در دشت جو کشت. سپس این رسم در ایرانیان پایدار ماند که روز نوروز در کنار خانه 7 خیل غله بر 7 طبق بکارند و از رویدن این غله به خوبی و بدی زراعت به حاصل سالیانه پیشگویی کنند. این رسم قدیمه تا به زمان ما نیز رسیده است، یعنی گذاشتن گندم و از آن پختن سومنک به رمز زیبای این جشن باستانی تبدیل یافته است. اکثرا اشخاص ناآگاه نوروز را به آیین دینی شباهت می‌دهند، اما از گفته‌های ابوریحان بیرونی برمی‌آید که نوروز عید آغاز سال نو و کشت و کار زراعت‌ها می‌باشد. نوروز همچون افاده‌گری آغاز ایام بهار، فلسفه زندگی تازه و احیای طبیعت در اثرهای نثری و نظمی کلاسیکی فارس و تاجیک به حیث یک موضوع مهم ایجادی مقام یافته است. با همین معنی نوروز برای متفکران همچون یک سرچشمه الهام و تصویر روندهای طبیعی و فلسفی بوده، بهترین و زیباترین سطرهای شعر ناب فارسی تاجیکی به ترنم آن بخشیده شدند. زیرا این جشن است که در مرکز آن انسان جای دارد، انسانی که تشنه روشنایی و زیبایی پرستی و ترنم کننده ارزش‌های بالای بشری است. اصلاً نوروز و حکمت و فلسفه آن بر پایه بزرگداشت و ستایش انسان، صرف نظر از منسوبیت دینی و مذهبی و مقام اجتماعی، برابری، تحملگرایی، عفو و بخشش، آغاز صحیفه نو در زندگی و در مجموع صلح و ثبات بنیاد گردیده است. این همه ارزش‌های جاودانی و اهمیت عمومی بشری نوروز برای ما تاجیکان در برابر زبان شیرین و شیوای تاجیکی، تاریخ، علم و ادبیات و فرهنگ پرغناوتی با این زبان تألیف شده مایه افتخار و سرفرازی و بهترین وسیله خودشناسی و خودآگاهی می باشد، گفته است پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. نوروز در اول پیدایش خودش یعنی 6000 سال پیش یا از این پیشتر پیدا شده است، جنبه های علمی نداشت، تنها در جاده تجربه نیازی اولیه مردم سرچشمه می گرفت. بعد آهسته همین در نتیجه
علم ها و رشد کردن علم های دقیق از جمله علم های طبیعی، نوروز به خود یک جنبه علمی خاصه خود را کسب کرد که از دوره خیام سر می شود. حضرت خیام با سپارش ملک شاه بار اول زیچی استرونومی تشکیل می دهد و از طریق ملک شاه طلب کرده می شود که باید ما سالشماری خصوصی خودمان داشته باشیم. وقتی که خیام به وی مشغول می شود به سالشماری تیار کردن سالشماری نو مشغول می شود، در زمینه این زیچ استرونومی ساخته می شود، یعنی حرکت آفتاب در بین دیگر ستاره ها، حرکت زمین، حرکت ماه، حرکت دیگر سیاره ها مجرم‌های آسمانی به نظر گرفته می شود هنگامی وی تقویم ساختن. بنابر همین تقویم خیام یکی از تقویم های خیلی هم دقیقی امروزه جهانی است که بعد این سالشماری که حاضر ما استفاده میبریم بعد از سالشماری خیام در دقیقیت می ایستد. در همین زمینه خیام اولین وی خودش سرچوی سالشماری خودش ترتیب دادگی خودش از نوروز ابتدا میگیرد. چخیلی که سالشماری میلادی از ینوار سر می شود، سالشماری امروزه که ایران استفاده میبرد یکی از هم ملت و هم قوم ما هستند از نوروز سرچشمه میگیرد و از همینجا باید جنبه علمی پیدا میکند. نوروز جنبه علمی اساسی پیدا کردنش از همینجا سرچشمه میگیرد. استقلالیت دولتی برای احیای سنت‌های ملی تاجیکان تکانی بزرگ بخشید. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای اول سرور دولت انتخاب شدن به گسترش زبان، تاریخ و فرهنگ ملت توجه خاص ظاهر می‌نمودند. پیشوای ملت اولین شده در بین دولت‌های شرق حوزه نوی فرهنگی نوروز را سازمان داده، مشترک با انجمن فارسی زبانان جهان، دولت‌های پاکستان، افغانستان، ایران، هندوستان و دولت‌های آسیای میانه در محیط نوی فرهنگی نوروز را جشن گرفتند. کوشش‌های پیوسته پیشوای ملت نتیجه‌های ثمربخش به بار آورد. نوروز تاجیکان توانست که محیط نوی تحمل پذیری و تنتنه سعادت را در سراسر جهان به وجود آورد. نسبت به دیگر خلقیت‌ها ملت تاجیک بیش از پیش مسئولیت دارد که فرهنگ و مراسم نوروزی را معرفی نماید، زیرا نیاگان تاجیکان در گذشته دور و نزدیک و تا به امروز میراث‌بر فرهنگ عالی نوروز بودند و هستند. سابقه تاریخی و فرهنگی این جشن انسانساز گواهی می‌دهد که آن همیشه جانبدار سعادت و پیروزی اهل بشر بوده، انسان را به سوی همدیگر فهمی و وفاداری، نیکویی و مهرورزی، خردمندی و عقلگرایی، ثابت قدمی و استواری، خویشتنداری و خودآگاهی، خودشناسی و هویت پسندی هدایت نموده است. یکی از تعامل و آیین‌های نوروز نیز هنوز از آغاز پیدایش آن آبادکاری و سازندگی می باشد. گذشتگان ما در روزهای نوروزی با نیت نیک ته‌کرسی آبادی‌های گوناگون را می‌گذاشتند، میدان‌های کشت را وسیع می‌کردند و برای آسودگی و فراوانی هر یک خاندان زمینه مهیا می‌ساختند. ما نیز باید این عنعنه شایسته نوروزی را ادامه بخشیده برای آبادی و سرسبزی کشورمان تلاش نماییم و از خود برای آیندگان یک ملک آباد و کشوری پیشرفته و ترقی کرده را به میراث گذاریم. ذکر نمودند محترم امامعلی رحمان.
نه تنها نوروز، تمام جشن‌های ملی ما پیش از همه گومانیستی چی میکنن، پیشنهاد میکنن، یا اینکه گومانیستی بین مردم ترغیب و تشویقات میکنن که انسان‌ها را که ما در بالاتر هم گفتیم که تمام همین جشن‌های ما برای انسانیت آفریده شده است، مخصوصا برای ما نیست. و این گذشته های ما بزرگیشون هم ببینید که جشن‌هایی که آفریده شده است یا که کشف کردن یا که اختراع کردن، این به خاصی ملتی ما که به طبیعت ما وابسته باشه یا که علاقمندی داشت باشه نیست. این به تمام انسان ها علاقمند است و جوان ها و نورسای ما این چیز درک کنن که گومانیستی چقدر اهمیتی بلند انسان بودن، چقدر مقامی بلندی است که از این مقام بالاتر چیزی نیست. هم نگاه علمی، هم نگاه انسانی، هم نگاه اخلاقی یا که باورمندی که ما داریم، انسان بودن خیلی بلند است و جوانهای ما اگر درک کنند و فهمند و اهمیت نوروز که انسان بودن القا میکنه، انسان بودن بین انسان ها تشویق میکند که به همدیگر باید که یکسان باشیم، به همدیگر یکسان، بدون نیرنگ، بدون کدام یک بدبینی، کینه و عداوتی که هست امروز در وجود هر کدام ما نسبت همدیگر باید که نابود شود. و ببینید که یکی از آیین‌های نوروز هم اون است که اگر با نفر قهری بودی باید در همون عرفه نوروز تو آشتی کنی. فلسفه و اهمیت نوروز بینه که در وجود انسان ها چه چیزایی تربیت میکنند. خود نوروز یک آموزگاری خیلی بزرگ است. برای همین جوانهای ما اگر که همین طور نگاه کنند، خود نوروز آموزگاری بزرگ است که گفتیم، اگر جوانها و نورسای ما به نوروز به چشم عقل و به چشم دل نظر کنند، خود بدون هیچ کدام واسطه میبینند که نوروز چی اهمیت و چی انسان پرستی و چی مفکوره هایی که زشت هستند که برای انسانیت خطرزا هستند، برای انسان خوشبخت بودن مانع ایجاد میکنند، برای انسان هایی که باید که یک جا سرجم و مثل فهمو که اگر فرزند انسان هستی زندگی در روی زمین بنیاد کنی یا که زندگی پیش بری، مانع ایجاد شود. اگر اون اندیشه و اون مفکوره، نوروز اون بالکل رد میکند، یا اینکه اون همچون یک اندیشه‌ای که اصلا قبول باید کرده نشود به ذهن ها راه نمیدهد، یا که رد کننده یا که سد همه اندیشه هایی که دشمنی ورزی و عاقبتش به جنگ و جدال و خونریزی ها برده میرساند. نوروز دشمنی همه این اندیشه هاست. طور سروری دولت ابراز داشتند، ما همچنین افتخار داریم که در عصر 21 یعنی در زمان رشد با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی ها، نوروز با تاریخ 6000 ساله خود هنوز زنده است. در قلب هر یکی ما همچون جزء جهانبینی و جهانشناسی نسل ها ریشه های عمیق دارد و نیازهای معنوی و اجتماعی مردمی ما را قانع می‌گرداند. ضمناً خاطررسان می‌نمایم که یکی از عامل‌های مؤثر و توانای پایندگی ملت ما موجودیت سلسله جشن‌های اجدادی از قبیل سده، نوروز، مهرگان و تیرگان میباشند. باور دارم که خلق کهن بنیاد و سربلندی ما با این جشن خورشیدی خود باز هزار ساله‌های دیگر میان مردم عالم شهرت‌یاب خواهد بود. عید نوروز جشن اعتدال و برابری، موزونی و موازنت، نظم و نظام و عدالت سرتاسری در مناسبت آدم و عالم و کل کائنات بوده، اصل آن ایام تجلی قدرت و جلال طبیعت و موجودات است. نوروز در تمام مدت موجودیتش همچون جشن ملی باقی مانده است. طبق کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، نوروز از زمان شاه جمشید تجلیل کرده می شود. ما همچون وارثان این شخصیت‌های بزرگ باید جشن و مراسم‌های اجدادی را گرامی داریم و تاریخ و فرهنگ هزار ساله خود را حفظ نماییم.